ما در هر یک معرکه‌های مهمی جشن‌های فرهنگی با شما ملاقات میکنیم. تحفه‌های خود را میفرستم. از حال و احوال شما باخبر میشویم که شما خوب تحصیل کنید، زندگی خوب داشته باشید، شرایط بهتری را مهیا کردیم برای شما، تحصیل خوب داشته باشید که آینده یکی ادامه دهندگان پدر و مادران و بابایان خودتان برای بنیاد دولتی صاحبستان تاجیکستان شدید. شما آینده تاجیکستانی عزیز محبوب هستید. برای تحصیل خوب کردن خودتان به شما سلامتی و تمام خوشی‌های زندگی را آرزومند هستم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به 50 نفر یتیم نوحیه مسجح که با امر تقدیر از پدر و یا مادر محروم مانده‌اند تحفه‌های مالی و پولی تقدیم کردند. یتیمان هنگام صحبت آزاد با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان خوشحال گردیده و پیشوای رعیت پرور خود جهت غمخوری‌های پدرانه‌شان از صمیم قلب منتداری بیان نمودند. السلام علیکم. پیشوای معظم ملت، پدر عزیز، سرور قدوم مبارک شما را به مسجح آوازدار خیر مقدم میگویم. من خواننده صنف 11 لیسه رقم 2 ناحیه مسجح بدلزاده شهرت می باشم. خوشنود از آن هستم که در چنین روزهای تاریخی جشن استقلالیت ملی واخوری به شما نصیبم گردید. پدرجان عزیز، من منتداری خود و همسالانم را به شما رسانیده گفتنیم. آن غمخواری هایی که نسبت ما دارد ما همیشه احساس میکنیم. از این رو من همچون یک تن فرد این وطن وعده میدهم که پیرو شما خواهم بود و پس از ختم مکتب و دانشگاه حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و فاکولته حقوق شناس داخل شده برای خلق وطن عزیز و صاحب استقلالم صادقانه خدمت خواهم کرد. پایه سرجمعی ما پیشوای ملت است. نور چشم پیر و برنا پیشوای ملت است. ملت تاجیک گوید بحر ما اندر جهان سایه ازی تعالی پیشوای ملت است. بابا جان عزیز، من خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه مسجح شریفزاده سبزینه می باشم. من از نام تمام کودکان ناحیه مسجح به اقدام های نکبینانه و غمخوارانه شما بابا جانم عرض سپاس می نمایم، زیرا که شما به ما وطن آباد آسوده و امید به آینده نیک هدیه نموده. جواباً به این غمخواری های شما کوشش میکنم که در مکتب با بهای خوب و اعلا تحصیل نمایم. ای پیشوای ملت، پایه‌گذار دولت، معمار صلح و وحدت، خوش آمدید به مسجح. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هیچگاه یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و عائله‌های احتیاجمند جامعه را از مد نظر دور نموده در حق آنها پیوسته غمخواری نموده تربیت می‌کند و به حیات مستقلانه گسیل می‌نماید. السلام علیکم محترم پیشوای معظم ملت. سلام. قدم مبارک شما را به پنجکنت باستانی خیر مقدم میگویم. من رحمانزاده نیلگونه دانشجوی کورس یکمی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان می باشم. محترم پیشوای معظم ملت، با شرافت سیاست خیرتمندانه و دوراندیشانه شما اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، وطن عزیز ما در تمام ساحه‌های حیات جامعه به دستاوردهای نظررس نائل گردید. از جمله از طرف جامعه فرهنگی جهان اعتراف گردیدن شهر سرز همچون مرکز تمدن باستانی یکی از رویدادهای مهم دوران استقلالیت به شمار می رود که محض با تشبث و ابتکار بی‌واسطه شما عملی گردیده بار دیگر خلق تاجیک را به جهانیان همچون ملت کهن بنیاد و تمدن آفر
شهرساز و شهردار و هنرمند و کشاورزی دارای تاریخ قدیمه معرفی نمود. محترم پیشوای معظم ملت، چطوری که شما پیوسته تاکید میکنید ما جوانان با ننگ و ناموس ملت تاجیک میراثبر این فرهنگ کهن میباشیم. افتخار از آن داریم که همچون پیروان صادق پیشوای ملت ادامه دهنده همین تاریخ، همین فرهنگ و همین ملت میباشیم. ما جوانان چنانه که شما محترم جناب عالی تاکید میکنید تاریخ گذشته و حاضره خلق خود را گشته و برگشته ورق زده از وطن، ملت، زبان و فرهنگ خود افتخار می نماییم. ما همیشه پیرو سیاست سازنده شما بودیم، هستیم و خواهیم ماند. محترم پیشوای معظم ملت، دلسوز و مهربانه ای راهنمای ملت، جان دو به از آنه ای راهنمای ملت، حقا که قهرمانه سامانی زمانه خورشید آسمانه ای راهنمای ملت، احیاگر سرعزمه مردی خوشی به عزمه در جاده ها به نظمه ای راهنمای ملت، چون گنج بیکرانه در هر سر زبانه سیحون و زرفشانه ای راهنمای ملت، عمری چو در تلاشت خورشید شعله پاشت باشد و باز باشد ای راهنمای ملت. کم کم تنقید مونم کن، تعریفی بدم خیلی تعریف جدا رازم. شما ارزنده هستید محترم پیشوای معظم ملت. سلامت باشید. کرسی چندم هستیم؟ کرسی یکم. احسن. شرایط خوب است؟ خوب است محترم جناب عالی. تمام شرایط هایی که شما برای ما جوانان فراهم آوردید بسیار برای ما پسند است و ما میخوایم همیشه پیرو سیاست سازنده شما باشیم. خب حقوق شناس بشوید چی هدف داری یکم؟ محترم جناب عالی از کودکی بسیار آرزو داشتم که حقوق شناس شوم. وقتی که اولین بار در سن 6 سالگی به نزد شما با لهجه کودکی هم شعر خوانده بودم، شما از من پرسان شده بودید دخترم در آینده چی شدن میخوایی؟ من در آنجا گفته بودم پرکرار شدن میخوام و امروز باز دیدار شما به من میسر گردید که من این سال سزاوار نام دانشجویی گردیدم. احسن دخترم احسن. حتی 6 سالگی دست با شما قطعی بخوردید. البته جناب عالی در رودکی خانی در نزد قصر فرهنگ با شما من شعر استاد رودکی را با لهجه کودکی خوانده بودم. احسن. نویرای اصیلی رودکی. پدر و مادر چیکار میکنند؟ پدرم صاحبکار، مادرم در بیمارخانه بیمارستانی سرایتی کار میکنند در شعبه احیا همشیره. چند فرزند هستی اویلا با؟ در اویلا 3 دختر هستیم. ناسون کسبه ده که اگر ذوق نداشته باشی بزوری وای کرده نمیشه. برکت هم نمیکنی، اقبال هم نمیکنی، کارت برار هم نمیگیرد. لیکن وقتی ذوق داری حتما. ما خردسالی ده مکتب ده خواندن ده ذوق آموزگار شدن داشتیم. برای آنکه آموزگارا این صف پیش اینتلیجنس همون دوره هم بودن. دوره بسیار آبرومند و آبروی مرتبه بلند داشت. سر لباس آموزگار یگان کس نداشت. حتی رئیسای کلخاز نامی هم دوره نداشتند. بسیار تازه آزادت داشتند. ما حواس میکردیم بچه‌ها نگاه میکردیم آموزگار معلم نگاه میکردیم لباس پوشیش نگاه میکردیم خب راه گشتنش نگاه میکردیم حواس میکردیم که ما هم کلام میشیم میخونیم آموزگار میشیم. موفقیت شما باشد. پدر و مادر در رحمت گو سلامی ما را رسان رحمت گو بچنین فرزند با آداب و با معرفت تربیت کردگیش.
محترم امامعلی رحمان بعد از افتتاح کردن بینای کودکستان خصوصی وحدت در ناحیه مسجح در طرفخانه بوستان با یتیمان ملاقات و صحبت صمیمی انجام دادند. طبق اطلاع در ناحیه مسجح ولایت سوخت 1173 نفر یتیم به قید گرفته شده است که از این شماره 24 نفرشان یتیم کل می باشند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست یتیمان را به جشن عمومی ملی 29 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده به آنها برای ادامه تحصیل و در آینده آموختن علم و دانش مخصوصا زبانهای خارجی، تکنولوژی زمان معاصر و کسب و هنر هدایت نمودند، زیرا آینده دولت و ملت در دست جوانان خودآگاه و خویشتن‌شناس و دانشمند و بازکاوت میباشد. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.